وای سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جذاب دیگه از چنل امیر فیفا. توی این ویدیو همونطور که از تامنیل ویدیو یوتیوب متوجه شدید اومدیم کویز فوتبال، ولی این کویز فوتبال مال یورو 2024 امساله. قضیه چطوریه؟ مثلا تیم پرتغال میره، مثلا برونو فرناندز یا فلیکس رونالدو، میگه از این سه تا کدومشون کاپیتانه. حالا که چیکار میکنیم؟ آی میبریم یا میبازیم. مجازات هم 12 تاه، یعنی من اگه 12 تا بگم مجازات نمیشم. مجازات چیه؟ آخر ویدیو بهتون میگم. ببخشید اگه این صدام گرفته سرما خوردم، ولی از شما نمیتونم بگذرم. اگه 12 تا رو گفتم و تمام شد مجازات نمیشم، میخوام برم سراغ چی؟ رکورد شکنی. یعنی من اگه 16 تا به بعد درست بگم رکورد خودم میشکرم. بگه چیکار می‌کنی؟ آمی بریا میبازیم. لایک ساب زنگوله فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دانمارک گزینه بی. دفترم هم گزینه بی. درست. هلند گزینه سی. بله دوتا از دوتا. جرمنی. آخ بچه گزینه ای رو نگاه کنین. گزینه بی. جرمنی گزینه بی. درست. سه تا از سه تا. اسلواکی درسته؟ نه نمیدونم. ای ایزی. 4 تا از 4 تا. لهستان گزینه سی. سی دیگه. درسته. true. 5 تا از 5 تا. پرتغال اصلا لازم گفتن نداره. من میگم گزینه بیه. احساس میکنم. نه من سی رو میگم. 6 تا از 6 تا. بلژیک ای. گزینه ای. درست. اسلواکی. سی. ای. ای. چی دقیقه ایست کردم. 8 تا از 9 تا. یه دونه تا را قرار بود. اسپانیا گزینه سی. ایزی. همه اینا واسه من راحته. ایتالی گزینه بی. گزینه دوم. درسته؟ درسته. گزینه ای. 10 تا از 12 تا. حالا او گزینه ای. چه دارم وارد میکنم. فکر کن یه تقلب فرانسه گزینه سی که حذف شده از لیگ یورو 2024. درسته. 11 تا. گزینه ای. درسته. 12 تا. اوه. گزینه ای که بهش نمیخوره. میگم گزینه بی. کلا تمام شد. مجازات نمیشم. بریم سراغ رکورد شکن. مودریچ. اصلا لازم به دیدن هم نیست. اینو هر کی بگه چشم بسته برد. گزینه بازوبند کابل دستشون نیست. سی. ای
ترکش ای بیس ای بی خود تابلو اصلا نگاه بازوشکاری بازوبند کاپیتاری داره بی هر که بلنه باشه و رو عکس بلده 15 تا ایزی تیمام گزینه A آلبانی ای 3 تا مونده و 2 تا دیگه میخوام تا رکوردم رو پیش کنم گزینه C باریکلا 16 تا چند تا دیگه یه دونه تا رکورد چکنی گزینه C گرجستان بود دیگه ها گرجستان گرجستان ای خدا آخ بچه ها اینو اگه نگم رکوردم باقی میمونه آخریش هم هست B وای خب دوستان عزیز بنده همون 16 تا موند و رکورد رو نشکندیم متاسفانه ولی مجازات نمیشیم توی این ویدیو. خب یه نکته میخواستم بهتون بگم این که در مورد آپلود ویدیو توی این روزا که میبینید وحشتناک ضعیفه. من وقتی شما رو ویدیو میبینید دارم ویدیوی روز چهارشنبه رو آپلود میکنم، یعنی در این حد نت ضعیفه که الان نمیدونم چند درصد رفته میگن تو حال نمیدونم کجاست، فکر کنم تا الان 30% نرفته باشه، یعنی در این حد وحشتناک ضعیفه. فکر کنید ویدیو ضبط نمیکنم ادیت نمیکنم فلان اینا، نت ضعیفه که آپلود نمیشه. یعنی من اگه می‌خواستم این ویدیو مثلا ویدیو شنبه باشه وقت نشه آپلود نشه نیست ساعت 10 شب بشه این ویدیو رو آپلود دیگه نمیکنم، میره واسه دوشنبه. مثلا اینه. امیدوارم از این ویدیو به شدت لذت برده باشی. لایک ساب زنگوله فراموش نشه تا ویدیوی جذاب دیگه. فعلا پیس.